در سوره توبه الله وعده می دهد برای منافق مردان و منافق زنان و کافران آتش جهنم را که در آنجا باقی می مانند. و اینچنین درباره مشرکان هم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء میگوید و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. آنهایی که شرک ورزیدن الله اصلا آنها را نمیبخشد اگر به توبه از دنیا رفتند. و از اینجا میتوانیم مشرک و کافر و منافقان را بگوییم که اینها در دوزخ دائمی میمانند و از آنجا بیرون شدنی نیستند. و اما مؤمنانی که در قلب ذره هم باشد ایمان به الله داشتند ولی آلوده گناه های کبیره بجز شرک بودند، چه دزدی باشد، چه غیبت باشد، چه زنا، پروردگار در مشیعتش یعنی درخواست پروردگار هستند. اگر الله خواست آنها را میبخشد و یک بار داخل جنت میکند، اگر الله خواست آنها را به مقدار گناهشان در دوزخ می سوزاند و سپس از دوزخ بیرون می کند. یعنی آنهایی که در قلب ایمان دارند اگرچه آلوده 1001 گناه کبیره باشند هم این رحمت پروردگار است که حدیث در صحیح است. آنها به اندازه گناه خود می سوزند و یک لحظه در سوختن در دوزخ برابر هزارها سال در دنیای ما هست، سپس از آنجا بیرون می شوند. یعنی مقصد از این است که آنهایی که آلوده گناه هستند یکی مغرور نشوند که ما خواه و ناخواه در آخر و جنت داخل می شویم. نه، لحظه ای که یا گفته کمترین مدتی که در دوزخ می سوزد انسان برابری هزارها سال در دنیا می گذرد. چگونه که اگر شما یک شب خیلی درد و رنج کشیدید گمان میکنید که یک شب نبود و 100 شب بود، گمان میکنید که تمام عمر شما در این درد هستید و چی رسد به آن آتش دوزخ و به عذاب دوزخ. و پروردگار درباره چهره دوزخیان در قرآن از عبوس یا گرفته بودنش و چهره آنها و یوم القیامت ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده میگوید چهره آنها سیاه و گرفته است. گویان خبر میدهد برعکس اهل جنت که آنها همیشه خوشحال و با تبسم و چهره هایشان نورانی هست و جلا میدهد یا جلا میدهد، برعکس این تاریکی اهل دوزخ، تاریکی گناهگاران در چهره هایشان در دوزخ چه است در روز قیامت معلوم است.